صبح این دختران در مکتب رقم 19 دوشنبه با گرفتن ام یا واکسن آغاز شد. دخترانی از 10 تا 14 ساله تاجیک باری اول برای پیشگیری از ویروس پاپیلوما و سرطان گردنه بچه‌دان ام کرده می شوند. زرینا لطیفه و کارمند مرکز طبی اویلوی باید با همکارانش تا آخر ماه در این مؤسسه حدود 600 خواننده را ام کنند. اسوات من 8 سرکردگی اومدگی ما کودکان را ام کردیم. زیاده از 50 نفر کودک ام گذراندیم تو من اسوات 10-11 همشون ساق سلامت گذراندن. یگان کمبودی نیست، یگان شکایت نیست، فقط همشون نقض گذراندستن. هر یک همشیره شفقت می تواند در یک روز تا 80 کودک را ام گذراند. در نوبت زرینا امروز فقط یک دختر واکسن نگرفت. اومد یک تا ردیتلش کودکچه همه دو آنتیبیوتیکو الرژی دارد. اول ما کنسولتاسیا با همون دکتر نرپاتولوژی خودش کنسولتاسیا میکنن، بعد مادرش گرفته میبرن پلیکلینیکا میکنن. در همه مکتب‌های میانه کشور از امروز گرفته به دختران نورس امی گردسیل میگذرانند. مسئولین میگویند برای کم کردن خطر گرفتاری به نوع‌های خطرناک ویروس پاپیلوما یا HPV این واکسن مهم است. ویروس مذکور در 80% حالت‌ها سبب گرفتاری زنان به سرطان گردنه بچه‌دان می‌شده است. سران مکتب 19 میگویند قبل از آغاز معرکه ام والدان را از ضرورت و فایده آن آگاه کرده بودند. ما اوید این معرکه واکسن گذارانی که دیروز مجلس گذارده بود در مؤسسه مجلس برگزار گردیده بود. بعد از مجلس برگزار کردن ما پدر مادر هم صحبت کردیم و اوید ضرورت گذراندن واکسن و فایده واکسن را که چی فایده دارد به خوانندگان یا که به دختران یا که به پسران چی فایده دارد با آنها گفته گذاشتیم و آنها خوب قبول کردند. با گفته آموزگاران آنها هم بودند که به این ام شبهه داشتند. برخی بعد صحبت با متخصصان و آموزگاران تصمیم خود را تغییر دادند. گذرانه خوبتر ادبیات می شود، نقل می شود، آینده خشون در صورت می شود. خیلی این ویروس های باید همین نیست شود همین استوسته. که همین واکسن آمده رایگان بوده است باید همه گیریم. این واکسن فایده دارد ضرر ندارد. چون که برای سلامتی فرزند من افسوده است. من راضیم که نبیرهای من و واکسن گیرند. برخی از والدان خواستند کودکان آنها ام کرده نشوند. از این گروه والدان طلب شده است که پاسخ خود را خطی به رهبریت مکتب‌ها پیشنهاد کنند. بعضی از مادران میگویند از پیامد واکسن میترسند. اجازه میشدونه که ضرر میکنه آخه بسیار کسا را وای میکنه. و من نمیدونم آخه میترسم با که با آیندهش یگان کسل بیزیب نشه. معرکه ام ضد ویروس پاپیلوما در تاجیکستان تا آخر همین ماه ادامه خواهد کرد و قرار است 520,000 دختری تا سن 14 ام کرده شوند. متخصصان میگویند این واکسن میتواند انسان و مخصوصا زنان را از گرفتاری به چند آموز حفظ کند. به اطلاع رسمی هر سال در تاجیکستان تا 400 مورد نوی گرفتاری زنان به سرطان گردنه بچه‌دان یا عضو تناسلی زنانه آشکار می شود. سالانه تقریبا 170 نفر از این بیماری می فوتند.